من اینو براتون مصاحبه میکنم. از تلویزیون مسکو هستم. خب میشه خود معرفی کنین و تظاهرات امروز به خاطر چیه؟ به نام خدا با عرض سلام. سحر ساحل هستم، یکی از تظاهرات کننده. هدف ما از آیسای پاکستان است که ما دیدیم که آیسای پاکستان در افغانستان دیده شده و طیاره هایشان همچنان تجاوز مستقیم کردن. از او خاطر ما تظاهرات ما پاکستان نمیخوایم. دخترای دیگه جدا نشین. دخترا بیاین از تیم جدا نشین، به خاطر یک مصاحبه از تیم جدا نشین. یک جای که باشیم هیچ مشکل نیست، اگر جدا باشیم باز هم میمونن، ما شما پراگنده میکنیم. لالا یک دانه او برمام از کجا بگیرم؟
مرد. جور اینا مبارزه واقعی اینه تو جای معلوم میشه. بله بله. نه به خاطر پیس انداختن خارج رفتن خودگاه هم نکنه بود. خدا جدا نسازین در تیم بیاین دخترا. پنشر کشی
بدختر نکو مردم هم چرا خودم میزنی؟ با خود دشمن میخری؟ چی کار داری؟ نمیم کار میکنن یا هم آدم هایی هستن که هرچی بیتشون میخورن تیستیز بیان چون گویا ما تا اسلام از ساله برس بودیم لعنت وقتی دور اسلامش دلم در میگیره چرا یک کسی نمیگه لعنت به طالبان مرد به طالبان چرا یک کسی صدا نمیزنه